درود به شما. امروزه داغی روز خستمان کرد. میگویند پامیری ها تاجیک نیستند. اگر تاجیک نباشند پس کیند؟ متخصصان میگویند زبانی پامیری نیست و اصلا خودی کلمه پامیر ساخته یک شوروی است. ما بدخشانیم و برای کسی نمیداند تاجیکی اصلیم. این و غیره در برنامه امروزه. اصلا کلمه زبان پامیری نادرست است. زبان پامیری وجود ندارد. از محل بازی ما علت به ملت میرسد. ملت ما را از این علت نگه دارد خدا میگویند. چون در تاجیکستان ما قومیت های داریم که زبان هاشون فارسی نیست. بدخشان و یغناب. اگر تاجیک باشن چرا فارسی گپ نمیزنن؟ بدخشان و یغناب. در اینکه این برادرای بدخشانی و یغنابی ما تاجیک هستند در این هیچ شکی نیست. این بی شک. اما به خاطر آنکه حرفی مفت نگفته باشه، من میخوام شما را یک کمی به همین روند آشنا کنم. روندی یعنی تشکلیابی خلق تاجیک و شکلگیری زبان نوی فارسی که ما امروز اون میگیم در تاجیکستان میگیم تاجیکی. وقتی که همین در عصرهای 8 9 و خصوصا 10 همین روندی مسلمان شوی مردمی آسیای میانه و افغانستان امروزه به انجام میرسد، در این وقت تا آمدن اسلام و در صداهای اول اسلام در منطقه خراسان و ماورانه، یعنی همین آسیای میانه امروزه حدود افغانستان و شرقی ایران، تقریبا بیشتر از شاید 1000 زبان بود. مردم با زبان‌های گوناگون 1000 زبان در همین منطقه زیاده از 1000 زبان بود. باور میکنم با اون خاطری که در داغستانی خوردکک است. بله. 30 و چند زبان. این قلمرو ما خیلی قلمرو گسترده است. برای مثال نگاه کنید، در وقتی که یک سیاح چینی در عصر 7 میآید، از همه منبع معتمد اون سیاح چینی است، سیوان تزن. و در عصر 8 یک دیگه میآید، خان چاو. وقتی که همون میخونید، او میگوید که من آمدم در قسمت امروزی تخار میگفتن، یعنی تخارستان، امروزه شمال افغانستان و تقریبا قسمت جنوبی تاجیکستان. در اینجا وقتی که میگوید چند زبان میبینند در یک منطقه بسیار محدود، بسیار خیلی خرد. بعد و وقتی که خانچاو در عصر 8 میبیاید، میگوید که من دیدم که در مثال خودی خوتل در ختلان امروزه مردم با یک زبان گپ میزدن. در بامیان امروزه شمال افغانستان مردم با یک زبان گپ میزدن. در کپیسا در با دیگر زبان، یعنی در منطقه‌ای که به هم دیگر بسیار نزدیکند چند زبان میگن و میگه این زبان ها با هم دیگر مانند نیستند. وقتی که شغنان میرود، زبانش مخصوص قید میکند که تاکید میکند که زبان شغنانی ها هم زبان دیگر است. این کدام زبان بود؟ همین زبانی که امروز بود، همین زبانی که امروز مردم شغنان گپ میزنن، همون زبان است. چگونه گپ میزنن؟ با همین زبانی، نماش زبانی شغنانی است. یعنی که فارسی است ما میفهمیم؟ نه زبانی انکو ببینید برای چی روندی با زبانی فارسی گذشتن مردمی ما، مردمی خصوصا آسیای میانه، از عصر تقریبا 7 شروع می شود، 8 ادامه می یابد، 9 نگاه کنید در عصر 10 زبانی کارگزاری و زبانی دولتی سامانیان زبانی فارسی بود. اما وقتی که مقدسی، یک جغرافیدانی عرب و استخری میآیند، اینها میگن که ما آمدیم که در بخارا، تصور کنید در بخارا با فارسی گپ میزنند، با فارسی می نویسند. در پایتخت میگن اما مردمی خودی بخارا با فارسی گپ نمیزدن، با زبانی بخاری که منظورش همون زبانی سوختی است. در عصر 10 هنوز مردمی بخارا با سوختی گپ میزدن. تصور کنید زبانی رسمی فارسی است، اما مردمی بخارا هنوز با سوختی گپ میزنن در عصر 10. انا نگاه کنید شما در عصر 11 سمرقند، عصر 11 هنوز در سمرقند زبانی سوختی رایج است. من عوض دیگه با قسمتی با پنجکت و با فلغه رو با مسجد نمیروم،
در مرکز هنوز زبان سعودی رایج است. یعنی همین روندی گذشتن، کاملا گذشتن به زبان فارسی نه تقریبا حدود 300 تا 500 سال فرا می گرفت. حدود بلخ شمال افغانستان و حدود قسمت امروزی تاجیکستان جنوبی اینها بروقتر شروع شد. از عصر 8 9 همون اگر شما به یاد بیارید اگر در عصر 8 وقتی که یک عرب آمده جنگ میکند در خوتل و در خوتل او شکست میخورد، وقتی که میبیاید به بلخ، مردم بلخ همون عرب مزاح میکنند، مسخره میکنند، میگن که بوشهر از خوتلان آمدیه بر روی تباه آمدیه. شعر معروف است که در تبری است. نگاه کنید، یعنی همین عصر 8 علاقه این روند شروع شده بود. برای چی؟ بعد این ادامه یافتن گرفت. شما تصور کنید در حدود بدخشان روندی به فارسی گذاشتن مردم درواز که امروز ما مردم درواز هم در درواز افغانستان هم در درواز تاجیکستان، اگر این گپ شاید بعضی مردم تعجب کنند، تا عصر 15 و 16 حتی در درواز مردم با زبان دروازی گپ می‌زدند که همون یک زبان قدیمی که زبان دروازی بود. تا عصر 18 در ونج مردم با زبان ونجی گپ می‌زدند. زبان ونجی امروز در علم معروف است. یعنی تا عصر 18 مردم ونج هم با همین زبان گپ می‌زدند. اگه شما تصور کنید امروز در ونج فقط یک یزغلام باقی ماند. یزغلام باقی ماند، مردمی که مثل همین مردم ونجی اند، از نگاه قیافه از همه نگاه فقط با همون گویش خود یزغلامی گپ می‌زنند که فارسی امروزه نیست. پس تا عصر 13 و 14 تقریبا مردمی فلغر و تا عصر 15 تا در مسجد با زبان سعودی گپ می‌زدند. این که از کتیبه‌های چیزی میتونید فهمیدن. کتیبه‌های اول با عربی اند، بعد تدریجاً از عصر 13 زبان فارسی در حدود مسجد هم جاری میشه. این تا عصر تقریبا 15 در حدود وادی زرافشان به انجام رسید. اما ببینید یغنا باقی ماند. چرا؟ برای اینکه اگر از طرف دوشنبه روید، از طرف خوجند بیاید، یغنا در یک جایی، یعنی به اصطلاح مردمی میگیم که در یک چت، در یک کنج باقی ماند و به همون چیز وارد نشد. حتی اگر یغنا شما روید ببینید، من دیدم در یغنا هم حتی یک دوگانگی است. بعضی دههاش با فارسی گپ میزنن، با امروز با زبانی که من شما گپ میزنیم. بعضی مردم بعضی دههاش با همین زبان باقی ماندن. چرا؟ به خاطر اینکه ارتباط تنگتر بود. به همین خاطر این چیز واقع شد. در بدخشان هم دقیقاً همین حالت. درواز که نزدیکتر بود به منطقه، مثال به خوتل و به قسمت‌های شمالی افغانستان، به این روند وارد شد. اما ونج دیرتر در عصر 18، اما منطقه شغنان، منطقه روشان و یزغلام اینها باقی ماندن و باقی ماندن آنها، یعنی همین شما منظورم فهمیدید؟ یعنی همین روندی گذشتن به فارسی یک روندی بسیار طولانی بود. حتی مقدسی در عصر 10 میگوید که من وقتی که آمدم ویژگی های اون عربی خودش هم عربی هم عرب زبان است، از بیت المقدس میگد که من آمدم دیدم که در ویژگی های یک عرب درباره ویژگی لهجه سمرقند و بخارا گپ میزنند. اگر همون کلمه هایی که با فارسی همون آورده است، اگر شما ببینید همون گویشه که در او میگه در سمرقند اینطور گپ میزنن، همون گویش امروز در سمرقند نیست، همون گویش امروز در اشت هست. مثلا رفته کم، گفته کم، همین شما در اشت امروز دیده میتونید. اصلا کلمه زبان پامیری نادرست است. زبان پامیری وجود ندارد. یعنی چی کدام زبان پامیری میگویی؟ حالا هم که در قسمت بدخشان 8 زبان رایج هستند، به 8 زبان صحبت میکنند. همشون آبشخور زبان فارسی قدیم هستند، از همون جا آمدگی. بعضی ها از زبان سکایی، بعضی ها از زبان سعودی باقی مانده در همین موضع. مثال زبان یغنابی، این سعودی نو است، یعنی زبان سعودی که باقی مانده است در همین موضع که اونا به هم تماما مخلوط نشدند و یک زبان مشترک را تشکیل نکردند. همون زبان قدیمه نگاه داشتند. ولی اگر شما نگاه کنید به زبان یعنی آموزید و ببینید، زبان یغنابی در حدود 50% زبان حاضره
فارسی یا دری یا تاجیکی است. ببینید وقتی که ما میگوییم که با زبان پامیری صحبت کن، شما کدام زبان در نظر دارید؟ زبان پامیری وجود ندارد. وقتی که من میگم که شما از من پرسید که با کدام زبان مادری خطی صحبت میکنید، من میگم که با زبان شغنانی، یا میگم با زبان وخانی، یا میگم با زبان سرقولی یا از غلامی. یعنی این خیلی نیست که من از من پرسید زبان پامیری صحبت کن، نیست این خیلی زبان. یعنی نامش غلط است. نام این غلط به ما آوردند از روسا. وقتی که روسا از سال 1800 از سال 1748 تا به این مدت آمدن، علمان روس آمده زبان‌ها را می آموختند. این زبان‌های قدیمی که در بدخشان رایج هستند، اینا را آموخته، به اینا یک نام ماندند، گفتند که زبان‌های پامیری. و همین باعث شد که علمان ما هم وقتی که با زبان سر کار داشتن، اونا هم گرفته خیلی زبان‌های پامیری همین خیلی ماندین. این برای اون که نشان دهند که در یک کوهساری که مردم در یک جای قدیمترین و بلندترین کوهسار زندگی میکنن، همه اونا رو گرفته زبان‌های پامیری گفتن یا مردم پامیر میگن. این هم نادرست است. یا خلقیت، یعنی اگر ویژگی خلقیت رو گیریم، مثال میگم که مرا اگر پرسید که از کجا هستم، من کی هستی، من میگم من شغنی هستم، از شغنان هستم. دیگرش میگه که من از وخان هستم. سومش میگه که من از یزغلام هستم، ولی نمیگه که من از پامیرم. این چیز آمده مردم اینا اساساً نفرها جوانایی که تاریخ نمیدونن، نمیخونن و نگاه هم نمیکنن، برای همین زبان پامیری آهسته جای کلمه زبان های موضعی بدخشان رو گرفته است. استخری میگه که من آمدم دیدم که در مورد لهجه مردمی سمرقند گپ میزنه، میگه که یک کلمهشون با من یک کلمه بسیار خسته کننده گپ میزنه. در اصل میگه هر وقت که با آدم گپ میزنن میگن که دانستید، یعنی ما میگیم فهمیدید، دانستید، فهمیدید کلمه عربیه، دانستید. شما تصور کنید در هندوستان امروز گروه از پارسی زبانان هستند که همین کلمه دانستید هنوز میگویند. یعنی مهاجر شدند از همین سمرقند یا در دوره مغول یا بعدتر. همین کلمه امروز در حدود هندوستان باقی ماند، در ما باقی نماند. یعنی یک روند بسیار طولانی بود و بر اینکه یغنابی ها با همین زبان یک قسمی کمشون باقی ماندن و تا امروز، این بخت ما بود، این بخت ما هست. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز در بین مورخان، من در یک کنفرانسی حتی شاهد بودم، هنوز بعضی مورخای کشوری همسایه ما میگن که وارث سغدی ها ما هستیم. ما همین سغدی هایی که میگود، مثلا شما میدونید که سمرقند سغد است، بخارا سغد است، کیش سغد است، نصف، ولایت این به اصطلاح کشقدری ها همش در قلمرو سغدی بود. اینا میگن این که جسا سغد باشه و امروز ما اگر مثلا ازبک باشیم، اگر ما وارثی همون تمدنیم. امروز وجود داشتن یغناب یک دلیل بسیار ردناپذیری است که اینها باقی مانده همون سغدی ها هستند و اینها به ما و تمدن ما و فرهنگ تاجیک اینا متعلقند، به کسی دیگه نه. وجودی مردم شغنانی و زبانی شغنانی و روشانی و یزغلامی هم اینم یک سعادتی ما هست، بختی ما هست. این نکته دیگر. نکته سوم، در تمام طول این 700-800 سال اخیر که زبانی فارسی دیگر گسترش یافت، ما صدها شاعری بدخشانی داریم که بسیار شعری بلند هم دارن. از همون عصر میانه سر کرده تا مثال شاعر امروز، تو همین شیرین بنیاده که یک برادر یک شاعری بسیار خوبی بدخشانی ما که روان شد، اما اینها باز همون زبانی شغنانی و با روشانی و با یزغلامی شعر نگفتن، با فارسی شعر گفتن. و نکته چهارم، این که اونها امروز زبانشون نگاه داشتن، گذشته از اینکه آثارخوانی زنده تاریخ ما شدن، ماندن، خدا اونها رو نگه دارد، هم زبانشون هم بگذار رواج یابد. بویگری ما نه؟ بله، اتفاقا در کنستی تاجیکستان گفته شده است که حکومت جمهوری تاجیکستان، دولت تاجیکستان برای گسترش نه، برای رونق و برای خط یافتن و نوشتن اینها مساعدت میکنند. یعنی ما
این آثارخوانی زنده تاریخ ما رو باید پاس داریم حفظ کنیم. این که اون مردم امروز با زبان خودشون در خانه و درشون گپ میزنن یک امتیاز دیگه برای اونها است. چرا؟ به خاطر اینکه شما اگر دیده باشید در بعضی قسمت‌های بدخشان از جمله در اشکاشیم یکی از موافق اعتراف بیشتری متخصصای زبان یکی از زیباترین لهجه‌های فارسی در همین بدخشان مشاهده شده است. میگن که اینقدر تازه و سلیس گپ میزنن. شما تصور کنید اونها زبان فارسی رو میدونن، با این زبان مکتب میخونن، با این زبان شعر میگوین، با این زبان اثر مینویسن و بعد در داخل خانهشون با یک زبان دیگه میزنن. این یک امتیاز برای اونها، یعنی اونها زبان من شما رو میدونن اما زبان اونها رو نمیدونیم. پس اونها یک چیزی میدونن که ما نمیدونیم. به همین خاطر من فکر میکنم که کسی امروز همین تفریقه را، همین نکته را برجسته میکنن و اینها را از بطن و از متن جامعه تاجیک و فرهنگ تاجیک و خلق تاجیک جدا میکنند، او خیانت به این ملت میکنند، او خیانت به این ملت میکنند. درست شاید از بعضی از نمایندگان این مردم هم که خام و ناآگاهند باید همین شاید ادعا کنند، اما این ادعا نه به سود اونها است نه به سود ملت ما است. مثال دیگرتون میبرم، در افغانستان هم همین حالت هست. در افغانستان یک قوم است با نام نورستانی. این مردم زبانی خودشون دارن. خب و تا عصر 19 اینا حتی مسلمان نبودن. با ما تصور کنید با تا از عصر 11 به بعد از دوره ناصر خسرو این جانب این در اینجا شما میدونید که مذهب اسماعیلی گسترش یافت. یک نکته برای شما بگویم، این که در اینجا مذهب اسماعیلی باقی ماند، حتی شما میدونید که حتی درواز که مردم هم با فارسی گپ میزنن هم سنی مذهبن، دهه‌ای هست که پیروی مذهب اسماعیلی. شما تصور کنید، من بار دیگه میگم، این یک موزه اسباقین آثارخانه که در یک منطقه که همه با در مذهب سنت هم یک دهه باقی مانده است. این معنی داره، معنی همزیستی مسالمت آمیز دو مذهب مسلمانی است. و نکته دیگر، ما تا عصر 14 و 15 در حدود ماورالنهر این اصطلاحی که امروز رایج است یک مذهبی نبود. در عصر سامانیان شافعی ها در سمرقند، شهر چاچ، همین تاشکند امروز پورا مذهب شافعی داشتن. در خوجند مردم شافعی بودند، در خیوه مردم شافعی بودند و در اینجا مردم ظاهری مذهب ها بودند، یک مذهب مسلمانی دیگر است. کرامی ها بودند. بعد عصر 15 همین حرکتی که باید همه در یک مذهب باشند شروع شد و بازم شهر چاچ یعنی تاشکند به حنفی برگشت. دیگه شهرها هم دیگه خلطه دیگه پیروی دیگه مذهب یعنی از صحنه راندن. و چرا بازم در بدخشان اینا باقی ماندن؟ به خاطر اینکه این یک دیژی استوار، یک قلعه محکمی بود که از همون روندی، چون میدونید جایی همین حاضر هم ببینید با اینقدر اینفراستراکچوری که ما داریم حاضر هم دشوار از بازم هنوز راهش ببینید هنوز راه تو روی بدخشان هنوز ببینید یک قسمتی زیادش راهش هنوز دشوار است. اگه شما تصور کنید در عصر میانه اونجا رفتن، اونجا فتح کردن، یعنی از همین روندی چی که یک در یک گوشه ماندن و این خاطر زبان نگه داشتن و بسیار خوب است. من بار دیگه میگم، من اینطور فکر میکنم که این که اینها باقی ماندن، ما یک در سرود ملی ما یک مصرع هست، ز دوری زمانه ها رسیدیم. همین زبانی شغنانی و زبانی یزغلامی و زبانی روشانی، همین زبانی پامیری، اینها ز دوری زمانه ها رسیدن. پس وظیفه ما است که وجود اینها را تأمین کنیم، اصلا امکان دیم که اینا از بین نروند. همین زبانی یغنامی را همچنین دیگه. شما میدونید که یک سبب این که زبانی یغنامی کمتر چی شد؟ یعنی موردی پیروش کمتر، امروز خیلی کم مردم گپ میزنن، به خاطر این بود که در هر صورت اینجا ارتباط بیشتر شد. در هم روندی ارتباطی که از این طرف از فلغر، از این طرف از مسجا و از حدود رامیت که سه جای رفت و آمد بود، در هر صورت اینجا تاثیر گذاشت و دیه ها تدریجاً بعضی دیه های یغناب به زبان فارسی گذاشتن. اما خوشبختانه با بعضی دیه هاش ماندن که این بسیار متاسفانه در اقلیت قرار گرفتن. نکته جنبستی و خلاصی من این است که اینها دلیلی هستی ما هستند، اینها دلیلی وجودی ما هستند، اینها دلیلی ریشه داشتنی ما در این سرزمین. یعنی ما ریشه داریم، اینا دلیلش همین مردم که این و این زبان باقی ماندن. و به خاطر این باید
یک نکته امتیازی ما، یک نکته افتخاری ما باشد و هیچ گاه ما باید از این یک آلتی تفریقه و آلتی پراکندگی نسازیم. شما همینطور گپ زدید که راستی اگر یغنامی می بودم فخر میکردم، بدخشانی می بودم فخر میکردم. از بدخشانم آرام جانم با پیش من بیا بیا. از بدخشانم آرام جانم با پیش من بیا بیا. ببینید آخر فقط نه فقط در تریتوری تاجیکستان این زبان ها رایج هستند، در افغانستان همین 12 زبان رایج هستند. هر 12 خلقیت هایی که هستند اونجا به همین زبان ها صحبت میکنن، ولی عمومی اونا خود رو بدخشانی میگن. ما از بدخشان هستیم. ببین اگر نام پامیر در کنستیتوسیا، در دکومنت هایی که وجود دارند می نوشتن که ولایت автономی پامیر، اون وقت دیگر چیز بود، ولایت автоном بدخشان. ببینید خود مختار نامی هر یک و زبان و خلق به نام موضع میمونند. ببینید شما نمیتوانید یابید که زبان هندوکش، زبان کلیمانجارو، این که زبان وجود ندارد. زبان تبتی وجود دارد، در تبت وجود دارد، ولی دیگر زبان ها هم در گرد و اطراف همون کوه زندگی میکنند. همون رو به همون نام موضع نیو به نام همون زبان درک میکنند. همه مردم در تاجیکستان شهروند جمهوری تاجیکستانند و برادرند. کولابیان، غرمیان، دوشنبگیان، پومریان، ونجیان، دروازیان، اشکوشیمیان، شغنونیان، کسی که نباشد. و اینکه در بدخشان هم مردم سنی و هم مردم شیعه زندگی میکنند و اصلا هیچگاه در تاریخ یگان بار نشده است که یک مشکلات مذهبی داشته باشن بین خودشون. پسترین از مردم کسایی هستند که اینم امروز ملت ما را به قوم قبیله و به قول روسا پامستیان پابلستیان تلا میکنین، جدا میکنین. همین را بدونین که بدترین انسان در دنیا، پسترین انسان در دنیا، نفرتترین، زدهترین انسان در دنیا ناتسیستان، این همین مردم ملتگران و کسی که گذشته از ملت یک قوم در داخل وطنش از یک قوم دیگه جدا میکنه، شما همون را بدونید که شما پستر از مردمی هستید که ناتسیست بودن. شما از هیتلر هم پستری. من هست حتی در تمام نوشتارها که در اینترنت پیدا میشن من به اونا جواب می نویسم دائما و همه وقت تاکید میکنم که یکم این که ملت چیست. اول باید این دانست کدام و عامل‌هایی هستند که ملت رو تشکیل میدن. وقتی که ما ملت تشکیل کردن دانیم، اون وقت بتوانیم بگوییم که ملت همون چی است. یعنی این معنای خیلی چقور دارد و ما در باز تکرار میکنم که در چین سینزیان اویغور در حدود 50-60 هزار بدخشانی ها زندگی میکنند. اونا خود تاجیکان چین میگویند. در چین زبانشون زبان وخانی است. با زبان وخانی که از این طرف هم با زبان وخانی صحبت میکنند، از اون طرف هم همین. تمام سنتاشون مثل مردم بدخشان است، یعنی هم اون طرف هم این طرف. بنابراین من از جوانان البته خواهش میکنم قبل از همه باید از تاریخ آگاه باشند، تاریخشان دانند، از کجا آمدیم، کی آمدیم، با کدام زبان ها صحبت میکنیم، نام این زبان ها چی است و بعد از اون بعد به کارهای سیاسی میگذاریم. ولی در اصل ما نمیتونیم که ببینید شما بگیرید کلمه هایی که در زبان بدخشانی یا در زبان های بدخشان، در زبان شغنانی، در زبان وخانی. در زبان شغنانی من کار کردم
дар ҳудуди 150 калимаи авистоӣ вуҷуд дорад. ҳамун хеле ки дар ависто гуфта буданд, ҳамун хел дигар боқӣ мондан бидуни ягон дигаргунӣ. 150 калима. Ин фақат ман чанд вақт ба ин даст задам. Вале агар пурра нишаста ина тадқиқ кунем, боз аз ин зиёдтар калимаҳо вуҷуд доранд ки дар ҳар ду забон, ҳам дар забони тоҷикӣ мондагӣ ваё, ҳам дар забони шуғнонӣ мондагӣ, ҳам дар язгуломӣ, ҳам дар вахонӣ. Ин нишонаи он аст ки мо аз як забон, яъне аз забони умумии ҳинду аврупоӣ манша гирифта омада ба кадом сабаб ин забонҳо боқӣ монанд дар ҳамон шакле ки имрӯз ҳастанд. Сабаб аз он иборат аст ки доду гирифт байни мардум хеле кам буд, роҳ баста буд. Яъне он қадар дур не, ман дар ҳаёти худам медонам ки солҳои 1900 фарз кунем 50 аз душанбе ба хоруғ рафтан қариб 1 моҳ вақт мегирифт, чунки роҳ набуд, роҳи мошингард набуд. Фақат тайёра агар мешуд мерафтан, дигар вай ягон роҳи дигар набуд. Он тараф ҳам рафтан, тарафи ушқати қошғару он тараф ба чин роҳ вуҷуд надошт. вақте ки байни мардум муносибат набошад, доду гирифт набошад, яъне фурӯши маҳсулот набошад, забон ҳамун забони кӯҳна боқӣ мемонаду калимаҳои нав ворид намешаванд. дар он вақте ворид мешаванд ки ва мо мардумро бо ҳам муттаҳид кунем, пайваст кунем. Бинобар ин иртибот пеш аз ҳама вуҷуд дошта бошад. барои ҳамин президенти муҳтарами мо ҳамин чиза хеле хуб дарк кард ва барои ҳамин гуфт ки мо бояд ҳамин аз бомбасти коммуникатсионӣ бояд бароем. хуҷанд рафтану хоруғ рафтан бояд ҳеҷ чиз набошад. мошин савор шудӣ, бегоҳ дар хоруғ бошӣ. имрӯз ин монеа нест. қаблан дар Бадахшон аслан бозор вуҷуд надошт. аслан вуҷуд надошт. фақат меоварданд аз чин ва аз афғонистон мегузаронданд мола, бо ҳам иртиботи хеле кам буд ва суҳбати байни худашон ҳамун забони кӯҳна қадим боқӣ монд. ва вақте ки суҳбату иртибот зиёд шуд, забонам рушд мекунад ва калимаҳои навам ворид мешаванд. ҳозир агар шумо як 3 ҷилда вай аст, луғати забони шуғнонӣ аст ки олимони мо навиштанд, бубинед дар он ҷо дар ҳудуди як 45-55% ҳамаш калимаҳои форсии умумӣ ки ҳам дар забони тоҷикӣ вуҷуд доранд, ҳам дар забони форсӣ вуҷуд доранд, ҳам дар забони дарӣ вуҷуд доранд ва ҳам дар забонҳои Бадахшон. яке аз қадимтарин забонҳое ки дар Бадахшон ҳаст, ин забони вахонӣ аст. забони вахонӣ якум ин густурда аст, хеле зиёд, чунки ҳам дар чин ин забон паҳн аст, ҳам дар Афғонистон, ҳам дар Покистон, ҷойҳои хеле калон ва мардуми хеле зиёд ба ҳамин забон суҳбат мекунанд. ва агар шумо хоҳед ки ягон калимара этимологияша пайдо кунед, ҳатман фарқ надорад ки агар русо ҳам ин кора кунанд, мо кунем, бояд мо муроҷиат кунем ба забони вахонӣ. мебинем ки ин калима дар забони вахонӣ чӣ хел аст, чунки қадимтарин забон боқӣ мондаги ҳамон. забони шуғнонӣ яке аз калонтарин забонҳо аст, вале ин забон бо мурури замон, бо доду гирифти мардум ва аз ҳама зиёд мардум ки ба забони шуғнонӣ суҳбат мекунанд, тамоми гирду атроф забонҳо мардуми онҳо ҳам ба забони шуғнонӣ суҳбат карда метавонанд, вале мо наметавонем, чунки мо фақат ҳамон забони худа медонем. ин чиз хеле дар тамоми ҷаҳон ин чиз вуҷуд дорад. ин на фақат мо ба мисол мегирем ки дар Ҳиндустон дар ҳудуди 500 забон аст. забон ва лаҳҷаҳои гуногуне вуҷуд доранд ки забони умумӣ яъне ҳиндӣ ё гуҷаратӣ бошад, забони модарии вайҳо ки ба ҳамон забон суҳбат мекунанд, ва забонҳои мухталиф ҳастанд ва бисёри онҳо аз забонҳои ҳинду аврупоӣ боқӣ мондаанд ва имрӯз то ба ҳамин рӯз ҳам рушд карда истоданд. ин дар тамоми дунё ин чизи муқарраре аст.
و من باز تکرار میکنم که ما اگر من پرسند مردم تاجایی بدخشان این در یزگلام و درواز و نمیدونم کجا و کجا تاجیک اصیل همونا هستند. میدونید همه چیزی که از قدیم از دوره پهلوی اوستایی و چه باقی مانده است در تاجیکستان بیشتر در اونجا باقی مانده است. اینجا در دشتای وسیعی که وجود داشتند و چه تاثیر ترکا مغول ها خیلی زیاد است و بسیار چیزایی که اصلا تاجیکی بودند از قدیم بودند و ماندند اونها از بین رفتند. برای همین دعوایی که مسئله که میمونم که ما تاجیک نیستیم و ما پامیری هستیم این نادرست است. اصلا این برای ما یک تحقیر هم هست چون که پامیر زبان ندارد. پامیر این موضع کوهی است. ما موضع ما بدخشان است. زبان بدخشان گویند این دیگر گپ است. ولی وقتی که ما اینا میگویم لیکن امروز قبول شده است در کتابایی که علمان روسیه نوشتگی درباره زبان‌های بدخشان نوشتگی همه جا به زبان‌های پامیری گفته نوشتن. ما هم عادت کرده از روی از قفای اینا این چیز نادرست رو استفاده برده ایستادیم. یک اصطلاح داریم در مردم میگن تمنا، یعنی شادی میکنم با وجودی همین یغنابی ها و برادرای بدخشانی که زبانشون نگاه داشتن. منم واقعا افتخار میکنم و میگم که آفرین بر شما که این زبان نگاه داشتید. چرا؟ به خاطر اینکه ما این زبان فارسی از این منطقه از سرحد چین شروع میشه تا خلیج فارس قلمرو زبان فارسی است. فارسی گو فراوان است در تاجیکستان، در ازبکستان، در افغانستان، در ایران تا عراق. اما اینها نگاه این که خودشان در بعضی قلمرو ایران هم مثل لورها هستند. کردها ببینید کردها هم همون زبان خودشون نگاه داشتن. کردها نفوذشان زیاد است. البته در ایران یک قوم دیگه است بلوچ ها. این بلوچ ها و در افغانستان چند قوم‌های خودن که اتفاقا همین زبان‌های پامیری در حدود افغانستان هم هستند و اینها آثارخانه زنده اند. آثارخانه رو باید چیکار کنیم؟ باید پاس کنیم، حفظ کنیم و به دنیا اینو معرفی کنیم. و گمان میکنم که از این گفته های ما بعدن جوانهایی که هر کس هر چی میگوید البته از نادانی میگوید، جدایی میاندازد. همین شما تصور کنید همه مثل شما باشد یا همه مثل من باشد، این دنیا از رنگ و بو چیزش گم میکنند یا همین گل‌های اخیله باشند. همین تنوعی که هست در بین ملل و اقوام و در جهان، حتی در درون ما، همین لهجه ها رو شما ببینید. یک دو نفر خوجندی با لهجه خودشون گپ زنن، من لذت میگم که دو نفر کلوبی گپ میزنن و دو نفر ونجی گپ میزنن با لهجهشون. حتی بعضی من میبینم برادرای ونجی با همین لهجهشون مینویسن اینقدر، یا که دروازی ها و همچنین منطقه‌های دیگر. همون لهجه ها اینها یکی از غناوت‌های زبانی ما هستند. حتی شما میدونید یک روند است در زبان شناسی، بعضی وقتی کلمه سازی از لهجه هم میگیرن. یعنی یک کلمه شما تصور کنید در نتیجه این رفت و آمد تا یک کلمه اصیل یک زبان از بین میرود. میگن این بسیار کلمه یا ترکی وارد میشه یا عربی وارد میشه یا روسی یا اروپایی وارد میشه. وقتی شما میخواهید ببینید که در گذشته این چیز بود، ملت میرید یکی از لهجه ها رو میبینید در اون لهجه اون چیز باقی مانده است. پس این لهجه ها رو باید برجسته نکنیم. ما وقتی با هم صحبت میکنیم، با زبان ادبی صحبت میکنیم، خب در خانه با لهجه ما صحبت میزنیم. یا شما همین تنوع شما در موسیقی بینید، همون زیبایی که شما در فلک میخونید در میبینید در فلک که باقی مانده، خوشبختانه باقی مانده است. یا شما تصور کنید ما یک ملت خیلی بزرگ نیستیم، یعنی نفوذ ما نسبت به ملت‌های دنیا، مثلا به چینی‌ها رو ببینید، ما رو ببینید، لیکن در همین مرز شما ببینید ما بعضی منطقه ها ما موسیقیشون از همدیگر تفاوت دارد و در هر کدام این موسیقی ها شما یک زیبایی میبینید. وقتی که شما اگر جشن‌های ملی را اگر شما ببینید در این مجلس‌های با تنتنه، وقتی که اون دخترای سفید پوشی بدخشانی میبرند رقص میکنن، اون رقص بدخشانی است. وقتی که یک چکن پوش میبرند رقص میکنند، اون ببینید. دیگر موسیقی دیگر، حتی همون ارنامنت های یا که اون رقص آستینه که مثلا مصری‌ها ها دارن شما ببینید، و رقصی که مثلا در سمرقند و رقص کلاسیکی شهری ما سرپوش تاقی هم چی گونه هر یک منطقه فرق شما نگاه کنید. حتی شما ببینید
توقی اگر شما مشاهده کرد توقی که در همین خودی بدخشان توقی ویژه دارن، توقی دروز از ونج از شغنان، اینا همش قناواتی فرهنگی ما هستند. اینها رو باید ما یعنی اسبابی تفریقه نکنیم، همه اینها رو باید نگاه داریم، پاس داریم و به وجودی همه اینها افتخار کنیم و شکر گوییم که اینا هستن. تشکر زیاد استاد، راستی خیلی غذا گرفتیم سلامت باشید و خیلی به مردم بسیار چیزها را فهموندیم. آخر گفتنی هستیم که من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی تنهایی. پس سلامت باشید. درود بر شما. تشکر.